درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 40. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه‌های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب 5 باب 2. در جواب آن گابری تبسم کنان گفت: ای کوروش، به خاطر احترام خدایان بی تأخیر به من نشان ده که آنها در کجایند و من از تو خواهش می کنم که یکی از آنها پسری من شود. برایت ضرور نیست که از من درباره آنها پرسان شوی. در جواب گفت کوروش: اگر از پس ما آمدن گیری، خودت به زودی آنها را به یگان کسی دیگر نشان داده می توانی. کوروش با این جواب محدود شده از دست گابری گرفت، از جایش برخاسته به سوی برآمدگاه روان شد و به همه آدمانش فرمان داد که از پس او روند. صرف نظر از خواهش‌های صمیمانه گابری برای خوراکخوری در خانه او، کوروش نمی‌خواست که در آنجا ماند، بلکه برای خوراک شام به اردوگاه خود رفت و گابری را دعوت کرد که با او خوراک نظامی را تناول کند. وی بر روی رخت عادی از علف جمع شده نشسته به مهمانش چنین سوال داد: به من بگو گابری، به فکر تو کی بیشتر قارین دارد، تو یا کدام از بین ما؟ قسم به نام زیوس، جواب داد او، من انیق می دانم که شما قارین ها و کدهای بیشتر دارید و خانه تان از خانه من خیلی کلانتر است، زیرا زمین و آسمان به حیث منزلتان خدمت می کنند. کدهایتان همه جایهایی هستند که در روی زمین خواب کردن ممکن است. به حیث قارین ها باشد، شما نه آنچه را که گوسفندان می دهند پشم، بلکه هر آنچه را که کوه ها و وادی ها تولید می نمایند محسوب می دانید. با پارس ها خوراک خوردند و با مشاهده آنکه برایشان چگونه طعام‌های عادی پیشکش می کنند، گابری در اول میل به گمان آن را داشت که هم قومهایش خیلی آزادتر زندگی می کنند، ولی بعدتر توجهش را اعتدال خوراکخوری خود هم طبقهایش جلب نمود. در رفتار یگان پارسی که تربیتی درست گرفته است، نه از روی نگاه او
نه با اشاره های عضوهای بدن و نه با طبع خودی وی پی بردن غیر امکان بود که او به خوراکخوری و نوشاکی به حد مشغول است که آنچه را که حتما پی بردن ممکن است هنگام خوراک خوردنش نمیدیده باشد. همان گونه که سوارانی با تجربه هنگامی به بالای اسب برآمدنشان خود را گم نمی کنند و در اثنای سوار بودنشان هم می بینند، می شنوند و هر چیزی را که ضرور است بیان می کنند، پارس ها نیز بر این باورند که هنگام خوردن باید عاقل باقی ماند و معیار را رعایت کرد. لذت بردن از خوردن و نوشیدن در چشم آنها صفتهای حیوانی و حتی خصلت خوکها است. گابری این چنین پی برد که آنها به همدیگر چنین سوالها می دادند که با آنها پاسخ دادن نسبت به پاسخ ندادن گواراتر است و آن که با همدیگر هزل و شوخی می کردند به خاطر خوشنودی همدیگر بود و نه برعکس. وقتی که آنها شوخی می کردند از دغلی و درشت معاملگی، از خواهش هر گونه سخنگویی های زشت، خواهش تحقیر نمودن یکدیگر حذر می نمودند. از همه جالبتر به نظر او چنین می نمود که هنگام جنگ آنها طلب آن را نمی خواستند که در وقت خوراکخوری با آنها نظر به دیگر جنگاورانی که با آنها در سطح برابر برای حیاتشان توکل کرده بودند بهتر خدمت کنند، بلکه برایشان بهترین حلاوت می حسابیدند که اگر با آنها در وقت خوراکخوری به حد بلند روحیه همیراقان آیندهشان برداشته شود. هنگامی که گابری از جایش برخاسته به خانهش رهسپار می شد، وی چنانه که نقل کرده اند گفته است: اکنون من از آن در تعجب نیستم کروش که ما از تو بیشتر کاسه و طبق، لباسواری و طلا داریم، اما خودی ما از روی فضیلتمان از شما پست‌تریم. آخر ما برای آن غمخواری می کنیم که هرچی بیشتر جواهرات داشته باشیم و شما باشید، به نظر من کوشش می کنید که خودتان هرچی زیادتر آدمانی خوبتر شوید. چنین گفت گابری و کروش پیش از ودا فرمود: تو گابری صبح روز دیگر با سواره های خود پررم مسلح گردیده به اینجا بیا تا به توانایی لشکری تو باوری داشته باشی. تو ما را در سیر کشورت راهبری می نمایی تا بفهمیم که کی دوست هست و کی دشمنی ماست. آنها با تبادل این سخنان از هم جدا شده برای اجرای کارهایشان رفتند. وقتی که روز فرا رسید، گابری با سوارانش رسیده آمد و نقش راه بلد را به عهده گرفت. کروش باشد چنان که به فرمانده حقیقی لایق است، نه تنها کوشش به خرج می داد که مسیر معینی را دوام دهد، بلکه در برابر پیش رفتن اندیشه می نمود که آیا وسیله وجود دارد که دشمنانش را باز هم ضعیفتر و دوستان خود را باز هم تواناتر سازد. اینک کروش پیشوای گیرکنیان و گابریان را که در باب موضوع شناختش دانشمندترین می حسابید به نزدش دعوت نمودند. با آنها چنین صحبت کرد:
دوستان، به اندیشه من به اشتباه راه نمی دهم که اگر با شما همچون آدمانی با اعتماد ترینم در باب این جنگ مشورت نمایم. آخر من می فهمم که برای شما حتی از من هم بیشتر غمخواری نمودن لازم است. در جای دیگر پناه می یابم. در حالی که برای شما امینم، پیروزی او معنای فوری و کاملا از دست دادن همه بایگری است که به شما تعلق دارد. زیرا برای من وی تنها دشمنی است که نه از روی نفرت بلکه بر پایه اعتقاد چنین گردیده است و قوت گرفتن ما برای او خطرناک است. از همین سبب هم وی با ما جنگ دارد. او به شما بر علاوه این نفرت دارد، زیرا چنین می شمارد که از دست شما تحقیر خواهد دید. در جواب هر دوی آنها یک دلانه خواهش کردند که سخن سرکرده‌اش را دوام دهد و باور کناندند که همه مطالب را به خوبی می فهمند و آنها نیز از چگونه انجام یافتن محاربه حربی خیلی در تشویشند. کوروش سخنش را با سوال زیرین آغاز کرد: و من بگویید که شاه آشوری تنها شما را دشمن خود می داند یا رقیبان دیگری او را نیز می شناسید؟ البته ما می دانیم، به نام زیوس قسم می خوریم، جواب داد راهبری گیرکنیان. دشمنان خونی او کدوسیان قبیله سیرشمار و جسور می باشند و البته همسایه های ما سکها که از دست شاه آشوری عذاب و عقوبت زیاد دیده اند، زیرا وی تلاش می نمود که آنها را به مثل ما به غلامانش مبدل سازد. از منطق سخنانتان برمی آید پرسید کوروش که اکنون با کمال میل هم اینها و هم آنهای دیگر به مقابل شاه آشوری با ما همراه می شود. بله چنین است، جواب دادند هر دوی آنها، به شرطی که اگر آنها با ما پیوست شده توانند. و چنین پیوست شوی چی خلل می رساند؟ آشوریان خلل می رسانند، خودی همان خلقی که حالا از حدود کشورشان گذشته ایستاده ای. کوروش چنین جواب را شنیده گفت: خیر است، مگر تو گابری این جوانی نوکک به تخت شاهی نشسته را برای خصلت غیر مقرری مغرور بودنش مذمت نکرده بودی؟ اما من در حقیقت از تکبری او عذاب کشیدم، گفت گابری. خوب چی شده است؟ پرسید کوروش. او فقط نسبت به تو و یا نسبت به کسی دیگر نیز چنین متکبر بود؟ قسم به نام زیوس، جواب داد گابری، نسبت به بسیاری دیگران هم. در برابر این سخنش را دوام داده گفت او: من درباره بیدادگری هایی که وی بر آدمان ضعیف روا دیده بود حرفی نمی گویم، اما از یک انسانی از من خیلی تواناتر پسرش را که مثل پسری من رفیقش بود و با او همراه ضیافت می خوردند دستگیر نموده فرمان داد که اخته‌اش کنند و این کار را چنان که آدمان تصدیق می نمودند او تنها به خاطر آن اجرا کرده است که کنیزه‌اش به زیبایی این جوان و به زن آیندهش حسد می بود. تجاوزکار باشد اکنون دروغ می بافد که گویا جوان می خواسته است این کنیزک را فریفته خیش سازد. مردی بدبخت حالا خنثی
اما صاحب قدرت است، زیرا پدرش مرده است. پس اندیشه چطور است؟ خطاب کرد کروش. آیا او از واخوری با ما خرسند خواهد بود اگر درک یابد که ما برای انتقام او آمده ایم؟ بی شبهه، گفت گابری. با وجود این ملاقات با او کروش خیلی دشوار است. چرا؟ پرسید کروش. زیرا هر کسی که با او خواهش ملاقات داشته باشد باید تا خود بابل ره پیماید. کجای این کار دشواری داشته است؟ حیران شد کروش. چرا که من به نام زیوس قسم می خورم، خطاب کرد گابری، انیق می دانم که لشکری از بابل بیرون خواهد آمد که آن از لشکری که حالا با توست خیلی بانفوذتر است. در خاطر نگاه دار که اگر آشوریان امروزها برایت اسلحه می آرند و اسبها را نسبت به پیشتر خیلی کم تأمین می نمایند، محض به آن سبب است که آنها با چشمان خود دیدند که شماره لشکری تو کم است. آوازه ها درباره این علکه تا به دوری های دراز پهن شده است. بنابراین به نظرم، گفت در خاتمه گابری، اگر در محاربه حربی تدبیرهای احتیاطی بیاندیشیم خیلی بهتر می بود. پس از شنیدن چنین اندیشه های گابری، کروش به او چنین جواب داد: حق بی شبهه به جانب توست گابری. هنگامی دعوت می کنی که محاربه حربی را به طوری بی خطر ادامه دهیم. با وجود این من به هر نوعی که نگاه نکنم برای ما راهی امن‌تر را از مسیر بابل پیدا کرده نمی توانم، زیرا قوه های اساسی دشمن در آنجا جمع شده‌اند. آخر شما می گویید که آنها خیلی بسیارند و من علاوه می کنم که اگر آنها جرأت پیدا نمایند خوفناک تر می شوند. ما را ندیده و گمان کرده که از ترس ایشان خودمان را پنهان کرده ایم، مطمئن باش که به زودی از وحشتی که در اول آنها را فرا گرفته بود خلاص می شود. بجای این در وجود آنها گستاخی و جسارت هرچی بیشتر از آن که ما را می بینند تولید خواهد شد. اگر حالا مستقیما به نزد آنها رویم می بینیم که افراد بسیاری که نزدیکانشان از دست ما به قتل رسیده اند تا به حال برایشان گریه کرده ماتم دارند. بدن بسیاری از آنها بسته جراحت های اند که ما به آنها رسانده بودیم می باشد و همه آنها هنوز هم درباره شجاعت قوه های حربی ما، درباره فرار و مغلوب شوی خود آنها خاطره های پره دارند. شما گفتار چیلوم را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.